اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن و افترضت على عبادك فيه الصيام صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. سلام هم شهریای شهرالله، هم نفس یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، طاعات عبادات قبول باشه. این سلامی که همین اول برنامه من تقدیم کردم به محضر مقدسه و منوره و مطهره حضرت کریمه اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو قبلش نیت کردم تمام و کمال از طرف شما باشه. هرچند میدونم شایستگیشو ندارم و قابل این حرفا نیستم، اما احساس تکلیف کردم. از طرف شما سلام دادم توی این روز 5 سال جدید، بهار و اینها. دعا کردم انشاءالله توی همین تعطیلات تا 15 که تعطیله شما قسمتتون بشه، خودتون تشریف بیارید، هم حضور جسمانی هم روحانی داشته باشید و سلام بدید به محضرشون از نزدیک. گفتم روز 5، یادم افتاد که 5 روز دیگه بیشتر از بهار قرآن باقی نمونده مردم. این خبرم انقدر خبر بدیه که دیگه هرچی هم من بعدش بخوام خبر خوب بگم فایده نداره. از این جهت که 24-5 روز پشت سر گذاشتیم. البته که این 5 روز هم میشه طوری بشه که از همه 24-5 روز گذشتن بهتر باشه و چیزای بیشتری گیرمون بیاد. الهی به دعای این بانوی صاحب کرامت این اتفاق برای هممون بیفته. دعا کنن که توی این 4-5 روز مبارک، ماه مبارک که باقی مانده، همه آنچه که خدا به بندگان نیکش عطا کرده یه جا همه رو توی همین 4-5 روز باقی مانده به من و شما انشاءالله عطا کنن. خدای بزرگ و مهربان به برکت دعای ایشان و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بریم قرآن بخونیم بیایم، خیلی کار داریم امروز. بسم الله. خب یکی از خوشگلترین و نورانیترین اتفاقاتی که
هر روز توی این حرم نورانی در ماه بهار قرآن اتفاق افتاد همین قرآن خوندن بود، تلاوت قرآن و اینها به شکل‌های مختلف در طول 24 ساعت تو زمان‌های مختلف هر شبانه روز. انشاءالله که این تلاوت‌های قرآن مقدمه بشه برای عمل کردن به کلام آسمانی وحی. خب برنده روز گذشته قرعه کشی ما سرکار خانم اکرم خورشیدوند هستند، بهشون تبریک میگم. از لرستان خرم‌آباد شهر درود به همه عزیزانی که در این شهر درود و خرم‌آباد و لرستان زندگی میکنن سلام میگم و آرزوی قبولی اطاعت دارم و به این خانم بزرگوار هم تبریک میگم. یک پرچم متبرک که شما الان نمونهش رو اینجا میبینید که زینت بخش دکور برنامه ما هست که مدت‌ها داخل گنبد حرم مطهر خانم معصومه سلام الله علیها بوده رو ما با افتخار تقدیم ایشون میکنیم. برای اینکه شما هم این فرصت رو داشته باشین باید دست به گوشی بشین به سرشماره 301122. امروز چون روز سه‌شنبه است و خیلی ها الان اومدن خودشون رو رسوندن به حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها تو راه جمع کران هستن، به نیت امام زمانمون گفتیم که عبارت یا مهدی رو ارسال بکنین. گفت مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد، از جاده سه‌شنبه شب قم شروع شد. عبارت یا مهدی رو به 301122 ارسال بفرمایید تا اذان مغرب هم وقت هست که به شما هم این پرچم متبرک تقدیم بشود با افتخار. سلام علیکم. استاد محمدی شاهرودی عزیز، خیر مقدم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و عزیزان حاضر در جلسه و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، برخورداری از فیوزات بقیه این ماه و انشالله که این جلسه هم براشون جلسه پربرکتی باشه. خدا متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت عزیزان باشیم. یه حدیث زیبای از پیامبر رو در ابتدای جلسه عرض کنم خدمت دوستان. بخشیش رو دوستان زیاد شنیدن ولی خب بخشی شاید کمتر شنیده باشن. می‌فرماید که طلب العلم فریضة علی کل مسلم الا و ان الله یحب بغاة العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه، زن و مرد و پیر و جوان واجبه که دنبال علم باشن. حالا واجب شرعی است، واجب عقلی است، این بخشش رو زیاد شنیدید. اما فرمود هر کس دنبال علم باشه خدا دوستش داره. میخوایم محبوب خدا بشیم، یکی از راهاش اینه که انسان طالب علم باشه، دنبال علم باشه. یکی از راههای هم که انسان میتونه طالب علم باشه همین سوال جوابه که قطعا ما وارد گنجینه های علوم میشیم. خدا بعضیا رو دوست داره. به پیامبرش فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم. پیامبر به اینها بگو که اگه میخوان محبوب خدا بشن به اوامر نواهی اسلام عمل بکنن، محبوب خدا میشن. یک، خدا هم گناهاشون میبخشه. دو، یه راهش اینه که انسان به دستورات شرع عمل کنه که البته اونم مستلزمه که انسان اول یاد بگیره، اول عالم بشه، بعداً عمل کنه. بله. خیلی خوب، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. ما دیروز که بحثمون رو راجع به سحر و جادو شروع کردیم و از مردم خواستیم اگه سوال دارن دیگه همینجوری یه بند داره سوالات میاد و کلی سوال تا حالا دریافت کردیم. حالا اگر که اجازه بدین شروع کنیم دونه دونه ببینیم تا کجا میرسیم. من برای صرفه‌جویی در وقت این سلام احوال پرسی‌های شما و تعریف تمجیداتون رو نمیدونم آرزوی قبولی طاعت و اینا رو دیگه کلا نمیخونم، فاکتور میگیرم که برسیم بیشتر سوالاتون رو بپرسیم. فکر کنم شما به این راضی تر باشید. عرضم موضوع شما که چرا با اینکه هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست بازم میگن با سحر و طلسم میتونن زندگی دیگران رو خراب کنن. فرزند من زندگی بسیار خوبی داشت ولی الان اینقدر زندگیشون خراب شده که شخصی میگه از یه نفر دعانویس پرسیدم، میگه خانواده دختر براش دعایی نوشتن باید بیای باطل سحر بگیری. منم هنوز اطمینان نکردم، لطفاً بگید چیکار کنم تا دوباره اینا زندگیشون رو برا بشه. این که قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست درسته، ولی انسان اختیار داره، میتونه از اختیارش سوء استفاده بکنه. آیا نتانیاهو قدرتش از خدا بیشتره؟ قطعا نه. با این کارایی میکنه خدا قبول داره؟ قبول خیلی. نداره.
پس میتونه از قدرتش سوء استفاده بکنه و مقابل خدا و در برخلاف امر و نهی خدا عمل کنه. بله خداوند به انسان اختیار داده، انسان هم میتونه از این اختیار و قدرتی که خدا بهش داده سوء استفاده بکنه. حالا این قدرت هیچ وقت قدرت مادیه، مثل همین نتانیاهو که من مثال زدم، یا قدرت پنهان و مخفی مثل سحر و چیزی از این قبیل. پس این با قدرت خدا منافات نداره. قدرت خدا در رأس همه قدرت هاست، اما خدا میخواد انسان با اختیار خودش راه درست رو بره. اما نسبت به این که گفتن بچه شما سحر شدند و مشکلات زندگیشون، ما پیشنهاد میکنم اول به مشاورهای مذهبی و متخصصین تعلیم و تربیت به اونها مراجعه بکنید که بررسی بکنن ببینن گیر کار کجاست. چه بسا مسائل خیلی طبیعی و علمیه تو کارشون که کارشناس ببینه میگه گیر کار شما اینه، این رفتار شما باعث این مشکل شده، این دکور خونه شما، این عرض کنم که تابلویی که اینجا زدید باعث مثلا این مشکلات شده. این نیاز به تخصص و نیاز به علم داره و مراجعه به عالم. مطلب دوم این که همونطور که دیروز هم اشاره کردم، ما احتمال سحر رو از لحاظ کمیت 5% میدونیم، از لحاظ کیفیت هم کمتر از 50% میدونیم. بنابراین برفرض که حالا اگر در بین اون 5% باشه که احتمالش خیلی ضعیفه، یعنی در واقع 95% سحری در کار نیست. اما اگه همون 5% اگر باشه باز اینقدر تأثیر نداره که بخواد زندگی رو جهنم کنه. میشه با دعا، با صدقه، با توسل، با توکل به خدا، با مراعات اخلاق اسلامی. خب اینا با هم دعوا دارن زن و شوهر. چرا؟ چون هیچ کدومشون کوتاه نمیاد. که کوتاه بیاد خود همون کوتاه آمدن سحر و خنثی میکنه. مدارا کردن هر دوشون برگردن به اخلاق اسلامی، چون خدا دستور داده اگر در چارچوبون دستور خدا و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، اگر اینها اون شالوده زندگیشون دوستی باشه، مهربانی باشه، حل میشه، سحر رو از بین میبره. چون از کردیم سحر علت تامه نیست که بگیم وقتی اومد دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. اما این که گفتن بیاد پول بدید تا ما اینو حلش کنیم، اینها چون غالبا اینها به نظر ما آدمای شیاد و کلاشی هستن، خیلی هیچ توصیه نمیکنیم، خودتون انجام بدید. تو مفاتیح دستورالعمل برای بطلان سحر هست، اونو انجام بدید، صدقه بدید و دعا کنید، حتما دعاتون مستجاب میشه. برای باز شدن بسته شده باز تو مفاتیح دستورالعمل هست. تو روایت دیگه اما دستورهای برای بطلان سحر داریم، همون رو انجام بدن کافیه. یه چیزی هم من به ذهنم میاد، ما غالبا خیلی دنبال چیزای سهل الوصولیم، یعنی برای به دست آوردن یه چیزی خیلی حوصله نداریم، وقت بذاریم، زحمت بکشیم، دنبال چیزای عجیب و غریب و تلاش کنیم، میگیم دنبال کوتاه‌ترین راه. آقا یه نسخه به من بده، حالا برای همین اساس هم میگه بریم پیش یه دعانویس، بریم پیش یه چیزی که تموم شه، زندگیمون درست شه. حالا من یه تلاشی خودم بکنم، طرف رو نمیدونم اینجوری، یکی از دلایلش هم نظرم. خب گفتن شاید سحر و جادویی که در زمانهای گذشته ازش یاد میشه مثل شعبده بازی در این زمان باشه که با توجه به ناآگاهی و بی اطلاعی مردم در زمانهای قدیم به عنوان جادو نام برده میشه. نه این مطلب درست نیست. در گذشته هم شعبده بازی بوده، همون زمانی که مثلا خود سحره فرعون شعبده بازی میکردن غالبا. پس شعبده بازی همیشه بوده. در یه روایتی ذیل آیه 102 سوره مبارکه بقره، اونجا توی تفاسیر روایی ما روایات مفصل داریم راجع به سحر و کم و کیف سحر. حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن که سحر 3 نوعه. یکی همین شعبده بازی و تردستی و چشم‌بندی این چیزا. ولی اینم یک نوع سحره. سحر و اعین الناس، قرآن خود قرآن هم قبول داره، میگه اینا چشم‌بندی کردن. سحر و اعین الناس، سحره فرعون چشم‌بندی کردن. 2 امام فرمود نه، اون تلسماتی هست که تأثیر داره، اونی که در آیه 102 هست که یعلمون منهم السحر یفرقون بین المرء و زوجین، واقعیت داره. زن و شوهر هم جدا شدن که دیگه چشم‌بندی نیست که. بله اینا زن و شوهر بودن واقعا دیگه جدا شدن از هم. این نوع دومش که از قول امام صادق علیه السلام وجود داره. نوع سومش برخی شیاطین جن دستن در کارن، کارهای رو اونا انجام میدن، یعنی این سحر در واقع اونا رو به کار میندازه و اونا میان اینجا و با وسوسه و با حال اقداماتی که خودشون دارن
این مشکلات رو ایجاد میکنن. پس شعبده بازی جای خودش، ولی سحر هم وجود داره. دو نوع دیگه‌ش هم هست. یک نوع همون سحر حقیقیه که واقعا اثر داره، گرچه اثرش عرض کردیم خیلی کمه، ولی به هر حال وجود داره. قرآن اینو تایید کرده، روایات، یه علمی از علوم غریبه حساب میشه. اما خب این سه نوع رو هر سه رو باید به هم در نظر گرفت که امام صادق فرمودن. بله. دختری دارم 25 ساله، موقع ازدواجش که میشه گریه میکنه و میگه من ازدواج نمیکنم، میگن سحر و جادو شده، چیکار کنم؟ چون من و همسرم به چنین چیزی خیلی اعتقاد نداریم. اولا که باید به مشاور مراجعه کنم ببینن که مشکل چیه. این یه سری مسائل، یه ذهنیت هایی داره، یه ذهنیت های، یعنی مسائل روانی تو ذهنش هست که باید اینا برطرف بشه. این به نظر ما 99% مسئله علمی و مسئله روانشناسیه. یعنی باید به یک روانشناس، به یک مربی تربیت، به یک مربی علوم تربیتی، یک مشاور قوی مذهبی. من مذهبی رو تاکید میکنم چون بعضی از این مشاورینی که روانشناسی لایک و غربی رو خوندن خیلی حرفاشون خلاف حقیقته، حالا خلاف شرعش بمون. اما مشاور مذهبی که از دین کمک میگیرن نه. در درجه اول باید به مشاور مراجعه بکنن. در درجه دوم از بزرگترها استفاده بکنن، غیر مستقیم جستجو بکنن، ببینن اون تو زاویه تو اون بخش پنهان ذهنش چه چیزی وجود داره که اینو از ازدواج میترسونه. اون رو باید کشف کنن، اون برطرف بشه. از دوستاش استفاده بکنن، از کسانی که قبول داره، از معلمینش، از مربیانش استفاده بکنن تا مسئله حل بشه. نکته اسمی که خب حالا سحر شده، خودتون باطلش کنید، همون دستور مفاتیح انجام بدید، باطل میشه. درست. اگه بسته شده همون دستور که مفاتیح هست رو انجام بدن تا باز بشه. انجام بشه. خیلی خوب. میخواد یه فاصله بگیریم، برگردیم، بعد بقیه سوالات رو میپرسیم. هنوز 5 روز دیگه فرصت هست. اگه کسی دوست داره سهیم باشه در سفره کریمانه‌ای که هر شب اینجا بعد از نماز مغرب و عشا پهن میشه، میتونه توجه بکنه به این بخشی که الان دوستان پخش میکنن. بسم الله، بفرمایید. همه از خدایی به سوی خدا برویم. افطاری کریمانه. شما هم می توانید با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 301122 و یا از طریق سایت nazr.amfm.ir در این امر خیر سهیم باشید. همه میهمان کریمه ایم. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. میگن در آخر الزمان سحر و جادو زیاد میشه، درسته؟ این سوال یکی از بیننده های عزیزمونه که الان استاد زمان میشن پاسخ میده. چون بیشتر در نقل ها داریم اینی که در آخر الزمان مخصوصا نزدیکای ظهور امام زمان علیه السلام شیاطین جن فعال میشن. البته شیاطین انس هم که همیشه فعال بودن، الان فعال شدن، همه فعالتر میشن. الان اتفاق نیفته ظهور دیگه. آمریکا و اسرائیل ها که شیاطین انسان ببینید چقدر فعال شدن. اگر اون سه راهی که عرض کردم برای سحر رو در نظر بگیریم، یکیش توسط شیاطین جن بود، این معناش این میشه که با توجه به فعالیت شیاطین جن که اینها عرض کنم از همون بعد از حضرت نوح علیه السلام این بحث جن و این بحث سحر و جادو بوده تا الان، که حالا تو بعضی از نقل ها داریم که عرض کنم که شیطان همه این سحرهایی که قبل از حضرت سلیمان بود که باطل شده بود رو جمع کرد بود، زیر تخت سلیمان قرار داد بود. بعد به مردم گفت که اگه میخواید به گنج سلیمان، به قدرت سلیمان دست پیدا کنید، بدون سحرها رو بردارید، پخش کرد. همین الان زیر مسجد الاقصی رو حفاریایی که دارن میکنن میگن یکی از دلایلش همینه، دنبال طلسم‌ها و سحرها. نه، اونا رو شیطان در آورد، تقسیم کرد بین جمعیت. پس اینا دنبال نخود سیاه فرستاده. نه، اونا رو شیطان ابلیس
از زیر تخت سلیمان در آورد، پخش کرد بین مردم که انقدر. بله داریم که در آخر زمان شیاطین فعال میشن، جهتش هم اینه که بو ببرن که امام زمان میخواد ظهور کنه. اینا همه امکاناتشون به کار میگیرن. چرا؟ چون میدونن امام زمان ظهور کرد دیگه اونها بسته میشن، دیگه خیلی از فعالیتاشون جلوش گرفته میشه. یعنی دیگه اون وقت الان تو ماه مبارک رمضان به قول و زنجیرن، درست. اون موقع کلا به قول و زنجیرن، به ندرت میتونن فعالیت داشته باشن و همین دلیل اونا فعال میشن. اگر فعال شدن، ولی یکی از راههایی که اونها به کار میگیرن همین راه سحر و جادو و طلسم این چیز هاست. خیلی ممنونم. عرضم حضور شما که حالا خیلی ها معتقدن که توی این جنگ های فعلی، حالا با توجه به شواهد و قرائنی که حالا من نمیخوام بگم، میگن اسرائیل از جن استفاده کرده برای دریافت مسائل اطلاعاتی و امنیتی و اینها. آیا واقعا احتمالش هست یا نیست؟ حداقل احتمال میشه داد یا نه؟ احتمالی که هست. یک، دو، اینها تشکیلاتی دارن کار میکنن. از کردم مثلا مؤسساتی در اسرائیل فقط در همین راستاست. بله. فقط برای همین که ارتباط با جن و استفاده از جن و اینها. اما ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کیدش ضعیف. همه این تلاشاشون با یک از کنم دعای نیمه شب یک بنده خدا همه خنثی میشه. یعنی مثلا رهبر معظم انقلاب ما یه دعای تو نماز شبشون کند، همه اینها از بین میره. اینجوری نیست که بگیم حالا اینا بله این از این کارا استفاده میکنه. اصلا از کردم دیروز بود ظاهرا گفتم که قوم یهود این بنی اسرائیل خصوصیاتی دارن که اینها ممتاز میکنه از بقیه. مثلا پول پرستیشون. بله. تو زمان شاه همینجا هر جا میرفتی زرگرها نمیدونم طلا و اینا همه اینا چنگ انداخته بودن. الان تو دنیا همینجوره. همینطوره. اصلا حرفی از معنویات نیست، فقط دنبال کارات مادی و ایناست. زر پرستی. در قرآن همین مطلب رو داریم. یکی تحریفگریشونه. تو قرآن داریم. و رضا چنگ انداختن به رسانه ها. هر جا رسانه ها که رسانه مهم که هست میگه زیر یوغ این هاست. یکیشون نجات پرستیه. چند تا آیه تو قرآن داریم، از جمله آیه 2 سوره سوره جمعه، تو سوره بقره، چند جا داریم که اینا رو نجات پرست معرفی میکنه قرآن. یکی از خصوصیاتشون همین ارتباط با شیاطین جن و سحر و جادو اینها تو خونشونه. مثل نجات پرستی، مثل اون پول پرستی، مثل تحریفگری، مثل اون قساوت قلب. پیغمبر زاده هاشون برادر خودشون میخوان بکشن که چرا پدر به او بیشتر توجه میکنه، با اینکه خب اون کوچکتر بود، مادر نداشت و نیازهایی داشت، از لحاظ عرض کنم که تربیتی بیشتر نیاز به توجه داشت حضرت یوسف، ولی میخوام برادرشون بکشن که چرا پدر به او شده. خب این قساوت و سنگدلی رو شما الان در غزه و در فلسطین به وضوح می‌بینید. ایشالله به برکت این بیداری مردم الان توی دنیا داره هر روز راهپیمایی و تظاهرات زیاد میشه علیه اینا، این شیاطین جن، شیاطین انس که دارن از شیاطین جن هم استفاده میکنن. ایشالله به برکت این بیداری ها، دعاهای مردم و جبهه مقاومت، واقعا همه شرارت و شر مطلق در برابر اینور حق و ایمان و اینها داره قرار میگیره تو این سفرهایی که ما در پیش داریم. انشالله شاهد شکستشون باشه. حالا از هر کی هم استفاده میکنن، سحر و جن و اینا، به تعبیر شما در برابر قرآن و آیات و نمیدونم ایمان و اینا، اونا هستن. یه بنده خدای دعای نیمه شب بکنه همین را خونسان، کید شیطان ضعیف. انشالله. گفتن آیا میشه مشکل کار و ترک مواد مخدر رو با سحر درمان کرد؟ یعنی چیز درمانی هم داره مگه سحر اصلا؟ سحر درمانی مثلا؟ سحر مخربه. اون که درمان میکنه دعاست، اون که درمان میکنه صدقه. اونا درمانگرن، سحر درمانگر نیست، سحر مخربه. این یک. و دو، اصولا سحر حرامه، سحر گناه کبیره. مراجعه به ساحر، انجام سحر، پول دادن، پول گرفتن، همش گناهه. دیروز عرض کردم اگر 5 تا گناه کبیره ما بشموریم حتما یکیش سحره. در ردیف مثلا شرک و قتل نفس و کفر از اون قبیل، یکیش هم همین سحر از گناهان کبیره حساب میشه. روایات متعدد داریم، هم در قرآن هم هست. همون آیه 102 که من عرض کردم میگه اینها کافر شدن به خاطر سحرشون. آقا میرون فرمود الساحر کل کافر و الکافر فی النار. بنابراین نه، سحر رو کلا باید روش خط کشید، فکرش هم نکرد. و متاسفانه توی زندگی بعضی از متدینین ما
خونه کرده و توجه ندارن که این گناه بزرگی است. دیروز عرض کردم که خانم بهش گفتم مادر شوهرت حاضر بی حجاب بیاد بیرون؟ گفت نه آقا انقدر متدین اهل نماز شب چی. یعنی مثلا خیلی راحت سحر رو انجام میده ولی گناه‌های کوچکتر از سحر رو هرگز انجام نمیده. این بزرگیشو باید درک کنم. بنابراین فکر این که ما بخوایم زمانی به سحر برگردیم و از سحر کمک بگیریم، این خودش هم فکر باطل و فکر بدی است. درست. مثل پاک کردن شیشه با دستمال کثیفه، حتی بدتر. یعنی شما با یه کار غلط میخوای یه کار غلط‌تر رو مثلا. عرضم حضور شما که گفتم در خصوص سحر و جادو چرا در این زمان با وجود پیشرفت زیاد علم ولی جادو هنوز وجود داره و اینکه ابزار و وسایل سحر و ساحران چیاست؟ بله، اینکه اینا دو تا حوزه جدا است. حوزه علم حوزه تجربه و حوزه ماده و حسه، یعنی از طریق چشم انسان میبینه، تجربه میکنه و علم کسب میکنه. اینا داشته باشید راه های معرفت انسان 4 تاست. یک راه عقل، بله، نتیجهش میشه حکمت. یک راه حواس انسان هست که نتیجهش میشه علم، ساینس، که همین اینجا سوال کردن. یک راه دل و فطرته که نتیجهش میشه عرفان. درست. یک راه هم راه وحیه، راه نقله. نتیجهش اگر وحی باشه میشه مذهب، اگر غیر وحی باشه، ریاضت های شیطانی باشه، میشه همین سحر و چیزی از این قبیل. راه ها با هم فرق میکنه. علم توی یه راه، تجربه هست و حس و درک این چیز هاست. اون توی یه راه دیگه است. اون استفاده میکنه از ادراکات پنهانی مثلا شیاطین یا مرتازها، کسانی که از طریق ریاضت به اونجا رسیدن، اون تا ریاضت نامشروع، ریاضت غیر شرعی. اینا دو تا حوزه جدا هستن هیچ کدام نمیتونن در اون دیگری دخالت داشته باشن. مخصوصا علم نمیتونه. حالا سحر ممکنه گاهی عالم رو فکرشو به هم بریزه، فکرشو مغشوش بکنه، ولی عالم نمیتونه از سحر سر در بیاره. چرا؟ چون متدی که او داره با متد سحر کلا دو تاست، متفاوته و دو تا حوزه کاملا مستقلن. بله، گاهی با سحر میشه کاری کرد که حافظه طرف ضعیف بشه مثلا. اما اینکه از طریق علم بخوایم ما در حوزه سحر راه پیدا بکنیم، دقیقاً مثل میمونه که بخوایم ما از طریق عقل چیزی رو ببینیم، مثلا رنگ رو تشخیص بدیم. از ما برسن این رنگ این چه رنگیه، بگیم حالا من به عقلم مراجعه. عقل کارش این نیست، چشمی که میتونه رنگ رو ببینه. آقا تو نتیجه مسابقات فوتبال هم تاثیر داره. یکی از مربیای معروفمون چند وقت پیش من تو تلویزیون دیدم، گفتن متاسفانه این یه حقیقته که جادو در فوتبال ما وجود داره. ایشون نه، تو ورزش‌های دیگه من چند بار شنیدم تو سالهای گذشته که آره میگن میشه. پس چیکار باید کرد؟ طرف کلی زحمت کشیده، تلاش کرده، بدنسازی، کارهای تکنیکی، تاکتیکی، بعد بیاد با طرف مقابل با یه دعا کنه و اون روش رو بکار بگیره. اینم روش رو به کار بگیره که کاری کنه که اون اثرش خنثی بشه. روشش رو باید برن پس یاد بگیرن. شما دارین باز مردم میفرستین یه کار غلط که الان فرمودید اشتباهه. بله، سحر که غلط اشتباهه، ولی میکنن چیکارشون کنیم؟ برای بطلانشون چیزایی که برای بطلانش هستن. حالا اون برای بطلانش باز بیشتر از شما میپرسیم دقیقاً چیا هست. خب اینم جواب ندادین. گفتن ابزار و وسایل ساحر و سحر چیاست؟ ابزار خاصی ندارن، همین طلسمات بیشتر و استفاده از بعضی از علوم مثل علم جبر و علم کیمیا، از این علوم استفاده میکنن. از علوم عرض کنم غریبه استفاده میکنن. عرض کردم بخشم که از طرف جن دیگه، شیاطین جن. با یه خونه، حالا خودم رفتم دیدم چند سال پیش بود، خیلی عجیب بود. یعنی اتفاقات عجیب همین ما رفتیم ببینیم که گفتن این خونه اتفاقات عجیب میفته، همونجا هم میافتاد. حالا من توی رسانه نمیگم چه اتفاقاتی رو خودم دیدم، ولی از وسایل چیزایی که پیدا کردیم یه جدولایی بود روی کاغذ نوشته بود اعداد و ارقام و شکل‌های عجیب غریب، و بعد جاهای مختلف خونه بود. بعد مثلا سنجاق قفلی تا دلتون بخواد جاهای مختلف. این بنده خدایی که بود تو کشوش، نمیدونم زیر رخت خوابش، تو زیر فرش رو، نمیدونم تو اتاقش، که روش تاثیر گذاشته بود. که حالا اون بنده خدا گفتن چه سنجاق قفلی ها باز بود.
بعد گفتن برای باطل کردن سنج قفلی ها رو ببنده، این دعا رو بخونن، اینجوری کنن. خلاصه چیزای عجیب غریب این دوستان. قبلا آقا میذاشتن توی سوراخ دیوار خونه ها، زیر مثلا تو بالش و تو، الان تو باور کنید تو این گوشی، یعنی توی این برنامه‌ها، تو عکس‌ها، توی این فیلمایی که یه جاهایی توی سایت‌های ناشناس دانلود میشه، این تصاویر کافیه یه بار آدم ببینه تاثیرشو بذاره دیگه. همون شیاطین دستن در کارن. این شیاطین هم آگاه هستن که از چه طلسماتی استفاده بکنن. هم ما مواردی داشتیم که از طریق همین موبایل و اینها مثلا فرض کن پیام‌های مستعجل میفرست از انسان‌های با شخصیت سفر. بله. اینا شیاطین از این استفاده میکنن و این قدرت رو اونا دارن که سوء استفاده بکنن. آقا دائم الوضوء بودن چقدر میتونه موثر باشه در برابر دفع این سحر و طلسم و اینا؟ حالا اون دفع سحر یک بحث است. دائم الوضوء بودن چون وضوء نوره، شیاطین از نور فرار میکنن. نور یک حاله ایجاد میکنه اطراف انسان. تو وسایلش یه باب داریم که مرحوم شیخ خور اونجا یه باب باز کرده هستن، الوضوء و نور و الوضوء علی الوضوء نور علی نور. خود وضوء نوره، طهارت خودش نوره. هر جا نور هست شیطان نمیتونه فاصله میگیره. بله، ولی مثلا در حال نماز نمیتونه چیز کنه. یا اینکه وقتی شما ذکر لاحول رو که میگین، لاحول یک نورانیت ایجاد میکنه، یک شعاعی از نور ایجاد میکنه، اون رو دفعش میکنه. بله، با وضو باشه انسان، شیاطین خیلی نمیتونن براش مسلط بشه. از اینایی که وضو نمیگیرن یا به دلیل کاشت ناخن وضوشون خیلی قبول نیست، از این محرومن دیگه. هر جا گناه باشه شیاطین اونا اونجا پرسه میزنن. آره پرسه میزنن. چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه. دقت کنن خانم‌های بزرگوار راجع به کاشت ناخن، این یه اتفاق خیلی بدیه چون که آقا هم اشاره کردن. خب گفتن که دختر برادرزادم 15 سالشه، شبا که میخواد بخوابه بختک یا همون خوف میاد شبها نمیذاره بخوابه. داستان بختک هم خیلی ها میپرسن. بختک البته فرصت کمه، من خیلی خلاصه عرض میکنم، کمتر از 2 دقیقه. بختک در واقع یک بحث فیزیولوژیکه، بحث جن و سحر و اینها نیست. اصطلاح علمیش فلج خوابه، یک حالت فیزیولوژی هست و لذا غالبا این حالت اون زمان است که تاقباز خوابیده. اگه مثلا بشونی راست بخوابه هرگز بختک سراغش نمیاد. درست. و یه سری عوامل دیگه داره. پس اولا اینکه اون رو ما بخوایم سرایت بدیم به بحث سحر و اینا، نه، ربطی به سحر و جن و این چیزا نداره. یه حالت هست که آدم فیزیولوژی که تنگی نفسی میگیره، خیال میکنه چیزی روش، همش دیگه اون خیالاتی است که بعداً پیش میاد، یا همون فلج خواب که عرض کردم پیش میاد. یک راهش اینه که هم تو عرض کردم تا اونایی که اینجوریان تاقباز نخوابن. بله. و دمر هم نخوابن، دو گوش مثلا دوش راست بخوابن، پهلوی راست. بله. یه دعاهایی هست تو همین وسایل شیعه، دیدم یه دعایی برای کسانی که جلد 4 من دیدم این دعا رو، دعای خیلی کوتاهی است. ما فرمود که اولا پهلو پهلو بشن وقتی کابوس میبینن، بعد هم یه دعای خیلی کوتاهی اونو بخونن که معلوم دعاش حفظم نیست. دعاهای دیگه هم تو مفاتیح هست برای قبل از خوابیدن، مثلا سوره تکاثر خیلی سفارش شده خوندنش، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها خیلی سفارش شده، یه هم 2 تا قل هو الله عرض کنم که تسبیحات اربعه که به منزله حج و عمره حساب میشه، صلوات بر پیامبر و سایر پیامبران صلی الله علیه و علیهم السلام و چیزی از این قبیل. دعا کردن برای مؤمنین و مؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. یه سری از این دعاها هم تأثیر داره که از کنم اون حالت پیش نیاد. عمده همون که از کردم اون طرز خوابیدن رو عوض کنن. اگه بتونه این بچه رو طوری موقعی میخواد بخوابه کمکش کنن که به همون دوش راست فقط بخوابه، حالا دوش چپ هم ببین نداره ولی دمه رو تاقباز نخوابه. خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز، خدا خیرتون بده. خیلی ممنون از همراهی شما تا لحظات پایانی برنامه. ما همچنان راجع به سحر و جادو در خدمت شما خواهیم بود. برای فردا هم اگر سوالی دارین یا مرتبط با سحر و جادو 301122 به این سامانه میتونید ارسال پیام داشته باشین. عزیزانی هم که میخوان این پرچم متبرک که مدت‌ها داخل گنبد حرم مطهر خانم بوده دریافت بکنن، به همین 301122 عبارت یا مهدی رو ارسال بفرمایند. چون 3 شنبه شب هست یه بیت بخونم با شما خداحافظی بکنم. عرض میکنم که یا مهدی روزه هجر تو از پای بینداخت مرا، کی شود با رتب وصل تو افطار کنم. اللهم عجل ولیک الفرج یا حق. خداحافظ. آقا ممنون.
اول اسفند 1364 در حالی که در هواپیما به همراه جمعی از فرماندهان و مسئولان کشوری از تهران عازم جبهه‌های نبرد بود، مورد تهاجم دو جنگنده رژیم صدام قرار گرفت و با سقوط هواپیما در نزدیکی اهواز به فیض شهادت نائل آمد. پیکر پاکش پس از تشییعی با شکوه در رواق طباطبایی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. روز شهادت این عالم مجاهد به عنوان روز روحانیت و دفاع مقدس نامگذاری شده است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولا تستوي الحسنة على السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي